سلام، خیلی خوش اومدید به قسمت چهارم از دوره فشرده جاوا اسکریپتمون. خب توی این دوره میخوام کانسپت هایی از جاوا اسکریپت رو مرور کنم که توی همه زبان های برنامه نویسی تقریبا هستن و توی اسکیل های کوچیک زیاد اینا استفاده نمیشن. میدونین مثلا ایفالس که خب اوکی، مثلا این دیگه خیلی معمولیه که استفاده بشه، ولی فور و وایل زیاد استفاده نمیشه. یا اپراتورز خب خیلی عادیه که استفاده بشه، ولی مسکلس اونقدر اینجوری نیست که مثلا همه متدهایی که الان براتون میگم رو شما بخواید استفاده کنید. چه جاهایی اینا استفاده میشن؟ مثلا فور و وایل یا مسکلس جاهایی که مثلا پردازش‌های خیلی حرفه‌ای‌تر بخوایم انجام بدیم، کارهایی توی اسکیل‌های بالاتر، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، اینجور داستانه بخوایم انجام بدیم، اینا دیگه میشه اون چیزهایی که ما خیلی ازشون استفاده میکنیم. و مثلا توی فریمورکی مثل ریاکت، ببخشید کتابخونه‌ای مثل ریاکت یا فریمورکی مثل نکست جی اس، اینا اونقدر استفاده ندارن و از متدهای بیلتین خیلی بیشتر استفاده میشه. ولی خب اینا رو حتما شما به عنوان یه برنامه‌نویس باید بدونیدشون. خب من یه سری دیتا اینجا آماده کردم و میخوام که همه این کانسپت هایی که اینجا نوشتم رو با همدیگه به کمک این دیتا ها مرور کنیم، ببینیم که چه جوری هم. اول از همه بهتون بگم که به اینا میگن کنترل فلو. خب یعنی فلوی کار، روند کار رو کنترل میکنید به کمک اینا که خب خیلی معمول هستن توی زمان برنامه نویسی. خب اول از همه ایف وایسه. بچه‌ها ایف وایس چیزیه که ما میتونیم به کمکش شرط بذاریم و یه چیزی رو چک کنیم. مثلا من میگم که ایف داخل پرانتز اگر ارایمون دات لنثش، خب با لنث میتونیم ما طول آرایه رو به دست بیاریم، ببینیم که مثلا یه آرایه طولش چقدره. میگم اگر چی بود، مثلا بیشتر از 0 بود، بیا برای من چاپ کن hello world. اوکی، یه چک بکنیم ببینیم که کار میکنه یا نه. نه ببخشید، پیم راندر زدم، نود اپ. اوکی، hello world آورد. خب یعنی که چی؟ یعنی که بله این آرایه لنسش بیشتر از 0 هست. خب و خب اینو چک کرد. حالا من میخوام بگم که اگر نبود، اگر این قضیه نبود، بیا چیکار کنم؟ مثلا بگو که نمیدونم بای ورد، همچین چیزی، اگه درست نوشتم ورلد. اوکی، اینجا خب این هلو ورد رو میاره، ولی اگر من بخوام آرایمون رو جوشو عوض کنم، بگم که یه آرایه خالی بیا، بگه که بای ورد. و این یعنی چی؟ یعنی که الان ارایمون، همین چیزی که من دارم باهاش چک میکنم، چیه داستانش؟ اینجوریه که طولش 0 و هیچی داخلش نیست. اوکی، پس این شد if else. حالا ما یه چیز داریم به اسم else if، یه همچین چیزی. خب یعنی در غیر این صورت اگر. خب یعنی چی؟ مثلا من اینجا بنویسم by word، این که هیچی. خب یه چیزی بین اینا قرار میگیره که این دیگه میتونه هی تکرار بشه. else if، در غیر این صورت اگر یه چیزی حله. مثلا من میگم else if مثلا array dot lengthمون خب مثلا بیشتر از 5 من اینجا بذارم و اینجا من اینجا متنشون رو عوض کنم که واضح باشه، مثلا greater than 5. اینجا مثلا من میخوام بگم که بیشتر از 0 باشه. greater than ببخشید less than 5 and greater than 0. اوکی، یا اینجا دیگه 0 length بنویسیم length. اوکی، حالا میگه که greater than 5. اگه من اینو بیام طولش رو کوچیک کنم، مثلا این الان میشه 4 دیگه، درسته؟ بله. اینجا الان من اجرا بگیرم، یکی less than 5 and greater than 0. خب من اینو برمیگردونم، پس این شد else if. حالا این else if شما میتونید هی تکرار کنید، بگید که مثلا اگر، باز در غیر این صورت اگر، else if مثلا
چی array data lengthمون برابر با 0 بود. خب این دیگه else کاری نمیکنه دیگه، درسته دیگه، منفی که نمیتونه بشه. مثلا اینجا بنویسیم zero length و اینو مثلا کلا یه صفر خالی بذاریم. این چی میشه؟ جای آرایمون عوض کنیم، بگیم که همچین چیزی و این با زیرو لنث رو برای ما میاره. حله. پس این شد if else و else مون که else رو شما میتونید هی تکرار کنید و حالتهای مختلف رو براش در نظر بگیرید. این شد پس از کنترل فلوی اولمون. من یه دونه از اینا بذارم و این شد else و کنترل فلوی اولمون که if و else که شما توی زبانهای برنامه‌نویسی مختلف شاهدش هستید. بعدیش while. بچه while چیه؟ شما میتونید توی برنامه‌تون یه دونه حلقه بذارید. حلقه یعنی چی؟ یعنی اینکه به یه تعداد مشخص یا حالا نامشخص یه کاری انجام داده بشه. مثلا بهتون بگم من میخوام بگم که یه دونه کانست نه let i دارم چون قراره این تغییر بکنه. خب تو همین برنامه قراره تغییر بکنه. مثلا میگم که این صفره. خب و while رو می نویسم while میگم تا زمانی که گوش بدید اینجا رو while تا زمانی که while خودش یعنی تا زمانی که خب while تا زمانی که i less than 10 چیکار کن؟ بیا مثلا به من بگو که یه دقیقه بچه ها من گوشیمو بزنم بی صدا. اوکی تا زمانی که مثلا i کمتر از 10 بیا بگو که مثلا i مساویه با اینجوری با تمپلیت لیترال بگو i مساویه با i یعنی که مثلا هر جا اون تو هر مرحله آیا میگه که مثلا چنده و باید یه دونه i پلاس پلاس ما بذاریم. i پلاس پلاس یعنی چی؟ یعنی اینکه i مساویه با i به علاوه 1. خب ما اینو کوتاه‌تر می‌نویسیم میگیم i پلاس پلاس ماینس ماینس هم همون جوریه. حله. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه قدم اولت صفر باشه. قدم اولمون i ایندکس. اوکی قدم اولمون صفره و میگیم که تا زمانی که قدممون کمتر از 10 بیا این کار رو انجام بده. بیا این کار رو انجام بده. خب تا زمانی که کمتر از 10. خب یعنی چی؟ یعنی که این برای ما 10 بار اینو چاپ میکنه از 0 تا 9. 9 چیه؟ 9 این شرطش درسته دیگه، تروه. من اینا الان براتون اجرا میکنم. خب ولی 9 شرط اینجاش تروه و کمتر از 10 ولی خود 10 ما نداریم. یعنی چی؟ یعنی که میاد میرسه دوباره برمیگرده به وایل میگه که آیا مثلا 10 کمتر از 10 نه دیگه تموم شد خلاص شد خداحافظ وایلمون تموم میشه کارش. حله. خب من اینو بستم. اینجا یه دونه اجرا بگیرم نگاه کنید. اینو بزرگش کنم چرا نمیاد؟ آها خب نگاه کنید اینجا i صفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا 9 آورد تا اینکه رسید به 10. یعنی بچه اینجا 10 میشه i. خب یعنی آیمون حتما بعد از این پلاس پلاس یه جای 10 میشه ولی دیگه وقتی دوباره برمیگرده اینجا ما شرطمون فالس میشه و کلا وایلمون کنسل میشه میپره بیرون. تموم شد رفت. حله. پس این شد از وایل و اینم باز یه کانسپت پرتکراری که شما خیلی زیاد میبینیدش. فور بچه فور هم یه جور حلقه است ولی یه ذره میتونید باحال‌تر بنویسینش، خفن‌تره. نمیدونم چرا دارم همین چیزی میگم ولی دیگه مثلا اینو نداره. این لت آی مثلا صفر رو نداره. بچه خب شما این صفر رو شما هر چیزی میتونید بذارید. خب تو فور هم همینطوره. الان بهتون میگم مثلا میتونید اصلا بگین از 10 برگرد به صفر. اگه بخوام براتون مثال بزنم مثلا بگم از 10 تا زمانی که آیمون مثلا بیشتر از صفره بیا و آیو ماینس ماینس کن. اینجا من CLS نود اپ نگاه کنید از 10 برمیگرده تا 1. خب حالا مثلا من میتونم بگم که بزرگتر مساوی
great equal تا 0 میاد، از 10 تا چی؟ 0. اوکی. خب پس این شد while که دیگه من اینو جمعش کنم بریم واسه for چجوریه؟ for رو همینجوری می‌نویسیم for وسطش ما 2 تا سمیکولون داریم، سمیکولون یه همچین چیزی بهش میگن، سمیکولون شبیه. خب اولیش تعریف اون آیه است، یعنی شما بیرون کار شما این آیه رو تعریف نمی‌کنید. چجوریه؟ اینجوریه که شما مثلا بعد از اینجا شما مثلا میتونید اینجا آیو چاپ کنید دیگه، مثلا استفادهش کنید، ولی ما توی فور آیی که داریم استفاده میکنیم اون نمیتونیم بیرونش استفاده کنیم. میگیم لتر آیمون برابر با 0 و این قسمت میشه شرطمون. خب اوکی، پس اینجا ما شرطمون رو مینویسیم. اگر اینجوری بشه اینجا میشه condition و باز اینجوری من بنویسم، اینجا هم میشه operation یا عملیاتی که انجام میدیم روی اون عددمون و در نهایت وارد بدنش میشیم. اینو هم من بنویسم، نمیدونم اینو declaration، امیدوارم که درست بنویسم. حالا تعریف میشه. اوکی، و بذار یه دقیقه من اینجا بنویسم declaration، درسته یا نه؟ خب اینترنتمون هم که به فنات هیچی، ولش کن، پس ولش کن کلا. پس این شد اولیش میشه تعریف کارمون، یعنی که این قدممون رو تعریف کنیم، بعد میشه شرطمون و بعدش هم بعد از اینجا، یعنی من اینجا نمیدونم چرا امپراتیر اومد اینا رو گذاشت قبل از این کار، یعنی دومش میشه کاندیشن، بعدش میشه اپریشن. حالا بریم انجامش بدیم ببینیم که چه جوریه. خب دیگه اینقدر الکی تعریف نکنیم، الکی حرف نزنیم. این آیمونه، میگم آی تا زمانی که چی؟ تا زمانی که کوچکتره از 10. میخوام همون رو انجام بدم، بعدش بیا چیکار کن؟ خب وقتی ترو بشه وارد بدنه میشه و در نهایت بعد از اینکه داخل بدنه رو کاراشو انجام داد میاد این اپریشن انجام میده. اپریشن اون چجوریه؟ میگیم آی پلاس پلاس، ساده ترین مدلش. حالا من میخوام چیکار کنم؟ بگم که clg console.log همین رو اینجا بنویسم، ببینید که دقیقا همون کار رو برای ما انجام میده. دیدید؟ از 0 تا 9. اوکی، حالا میخوام با این آرایه که نوشتم اینجا یه کارایی انجام بدم. میخوام تک تک خونه هاشا یکی یکی بیام با فور نمایش بدم، یعنی توی کنسول نشونشون بدم. میگم آیمون 0، یعنی از ایندکس 0 شروع کن. خب تا زمانی که چی؟ 10. ما که نمیدونیم چنده لنسمون، حالا هر چی میخواد باشه، نمیخوایم بشماریم. میگیم تا زمانی که آیمون کوچکتر از array.length. خب چرا کوچکتر مساوی نباشه؟ خب array.length بچه‌ها میشه چی؟ میشه مثلا اگر بذارید بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8. خب این الان لنسش 10 ولی این ببخشید 8. این الان لنسش 8 ولی این ایندکس 8 نیست، این ایندکس 7. زمانی که ما اینجا بنویسیم کوچکتر مساوی که باشه به 8 که برسه این ترو میده. خب یعنی توی این خونه ما ترو داریم و میخواد که دنبال یه چیزی بگرده که اینجاست ولی نیست. ایندکس 8 مون میشه اینی که الان من داخلشم ولی این نیست، اینجا ما نداریم. پس در نهایت میفهمیم که نباید کوچکتر مساوی بنویسیم، کوچکتر خالی کافیه. و یکی یکی من میخوام از چیز برم جلو، از 0 برم جلو تا آخر. خب میخوام چیکار کنم؟ میخوام بگم که اینجوری بنویسم، میخوام بگم ایندکس، نه اینجوری، ایندکس این همین آیی که الان تو هر مرحله داخلش هستیم مساویه با چی؟ دوباره تمپراتور لیترال و اری ایندکس آیش. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو مرحله اول 0 که هستیم ترو میده، میاد میگه که ایندکس 0 مساویه با چی؟ علی، و
بعد از عملیاتمون ما یه دونه چی داریم؟ یه دونه آی پلاس پلاس داریم که خودش میاد برای ما انجام میده. دیگه ما لازم نیست که اینجا خودمون بنویسیم مثل وایل. حله. بریم یه دونه تست بکنیم نود اپ و میگه که 0 علی 1 عرفان 2 فلان بیسار و همین جوری میره جلو تا آخر. حالا یه کار جالب تری بکنیم، مثلا میخوام که از آخر بیاد تا اول. میگم چی؟ میگم آیم مساویه با array.length مون منهای 1. چرا منهای 1؟ دیگه میدونید دیگه لنث منهای 1 اون میشه خونه آخر. میگم تا زمانی که چی؟ تا زمانی که اریمون مثلا آیمون بزرگتر مساوی 0. خب بزرگتر مساوی 0 یعنی چی؟ یعنی که اگر بزرگتر بود، اگر تو این خونه بود ترو باشه، اگرم به 0 رسیدم ترو باشه. چرا؟ چون ما تو آرایه و ایندکس 0 رو داریم و اینجا باید بشه ماینس ماینس. حواستون باشه اینو یادتون نره. ماینس ماینس یعنی از آخر بیاد به اول. حله. و الان یه بار دیگه بریم نود اپ، میبینید که از 7 شروع میکنه. حله. مثلا اگر اول کار من بخوام بنویسم همینجوری the index نه the length of array is چی؟ بنویسم array.length. خب اینجا cls نود اپ میگه که the length of array is 8. خب و از 7 شروع میکنه. حالا من یه بخوام بگم اینجا and last index is array.length مون منهای 1. چی میگه؟ میگه که the length of array is 8 and last index is 7. بعد از 7 شروع میکنه میاد پایین تا 0. اوکی، پس این هم شده از فورمون. امیدوارم که اینم متوجه شده باشید. میریم داخل اپراتورها. بچه‌ها اپراتورها همین چیزایی که میبینین غیر از اینا خب که اینا قشنگ توضیح میدم براتون. بقیه‌شون ریاضی خودمونه. به علاوه که به علاوه است. آقا ما خیلی راحت اینجا نویسیم چی؟ const result مساویه با نامبر 1 که من بالا تعریف کردم 10 بعد دومیشم نامبر 2 چیه؟ 30. خب نامبر 1 به علاوه نامبر 2 میشه چی؟ 40 دیگه انشالله. ای بابا خب لاگ نگرفتم ازش. بیاین پایین clg result بریم اینجا ما 40. خب منها چی میشه؟ احتمالا منفی بده دیگه، نمیدونم. منفی 20. آره. حالا ما یه چیزی داریم اینجا، اینو داریم. این عملگر مساوی نیست بچه‌ها. این نیست که مثلا بگین دو تا عدد با هم دیگه مساوی هستن. نه، اینی که شما اینجا میبینید عملگر انتصابه، یعنی assignment، یعنی که نتیجه این ریخته بشه داخل ریزالت، یا نتیجه این که میشه همین استرینگ ریخته بشه داخل ریزالت، یا مثال میزنم array.length نتیجه این ریخته بشه داخل ریزالت. array.length منهای مثلا 2 ضرب در 1000 دیگه بقیه‌اش هم دارم میگم تقسیم بر 20 حالا مودش به 2 ریخته بشه ریزالتش داخل، ریخته بشه نتیجهش داخل ریزالت. مود چیه بچه ها؟ مود احتمالا بدید که باقی مانده توی تقسیم رو باش بگیم مود، یا همین چیزی که شما اینجا میبینید. مثلا بهتون بگم که مثلا 4 مودش به 2 مود احتمالا اینجا باید بشه 0، چون تقسیم که میکنیم نود اف، آره تقسیم که میکنیم اون طرف یه 2 که بذاریم 2 تا 4 تا باقی ماندهش میشه چند؟ این میشه 0. خب حالا دیگه مثلا شما میتونید اعداد زوج رو به دست بیارید. مثلا من میخوام بگم چی؟ میخوام بگم که نامبر یکمون به علاوه نامبر 2، خب و بگم چی؟ بگم if از ایفمون هم داریم استفاده میکنه. بگم result
مودش به 2 اگر شد مثلا اینجا 0، بیا چیکار کن؟ بیا بگو که CLG result is odd. نمیدونم، فکر کنم آره دیگه odd میشه. else هم اشتباه شد اینجا. else CLG result is even. یعنی چی؟ یعنی که نتیجهمون فرد. result is odd. حالا اگه من بیام اینو بکنم 33 فرده؟ امیدوارم. result is even. بله. پس این هم شد از عملگرامون. خب حالا این دوتا چیه داستانشون بچه ها؟ اینی که من اینجا نوشتم این 3 تا مساویه، یعنی این 3 تا رو که بچسبونیم به هم اینجوری. خب اینا رو که بچسبونیم به هم این میفهمه که 3 تا مساویه، 3 تا خط اینجوری میکشه به خاطر فونتمه، به خاطر فونت فیراکوده. خب این یعنی چی؟ این یعنی اینکه آقا اگر این دوتا با هم برابر بود، خب if true مساویه با true، آیا این دوتا با هم برابره؟ CLG true. ببینیم نوت CLG رو نیاورد. خب این دوتا با هم برابر نیست. یه بار دیگه مثلا با یه چیز دیگه، خب احتمالاً با بولیان این کار نکنه. مثلا میگم 2 برابر با این 2 CLG true. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا این دوتا رو با هم چک میکنه ولی با تایپشون که استرینگ حالا یا نامبره یا فلانه یا بیسار اصلا کاری نداره. ولی اگر این بشه 3 تا مساوی قضیه یکم جدی‌تر میشه واسه کامپایلر و میگه که نه آقا از این خبرها نداریم. else CLG false. اوکی، ما از این خبرها نداریم و فالس هم میده، میگه که شما گذاشتین 3 تا مساوی ولی اگر 2 تا مساوی بشه من با تایپش کاری ندارم. حالا اوکیه، این 2 همون 2 حله، ردیفه. پس این شد از این کارمون. خب بریم سراغ ماث کلاس. بچه‌ها ماث کلاس یه سری توابع ریاضی رو به ما میده و کارهای ریاضی طور و اینجور داستانا میتونیم انجام بدیم. اینم من اینجوریش کنم و اینم اینجا. خب اینم دیگه به رسم ادب. خب من میخوام بگم چی؟ میخوام بگم که مثمون اینجوری باید استفاده کنم. مث دات ببین ABS داره، قدر مطلق میشه، نمیدونم سیل داره، سقف کارو میگیره. اگر مثلا یه عدد اعشاری باشه سقفش میکنه، جمع چیزش میکنه دیگه، میاد از اون طرف از بالا گردش میکنه. یا فلور کفشو میگیره دیگه. بهتون بگم کدوماشو من بلدم. مکس و مین بهش یه سری عدد میدین، الان واسهتون مینویسم همینا. مکس و مین بهش یه سری عدد میدین، بیشترین و کمترینش رو بهتون میگه. پو میاد چیکار میکنه؟ توانش رو بهتون میگه. پاور، همون پاور خودمون. رندوم میاد یه دونه رندوم عدد میسازه. راوند میاد گردش میکنه. و دیگه چیا رو بلدم؟ تان فکر کنم تانجان خودمونه، نمیدونم. حالا بریم مثلا مین، هم نتیجهشو کنسول لاگ بگیرم. پس میگم math dot mean مثلا 10 رو داریم، 20 رو داریم، 30 رو داریم، 15 هم داریم، 0 هم داریم، نه 5 هم، 3 هم داریم. اوکی حل. اینجا نود 3 یعنی چی؟ یعنی این کمترین عددی که اینجا هست رو برامون میاره. حالا من اگه همینو بکنم مکس چیکار میکنه؟ 30 رو میاره، میگه 30 بیشتر نمونه. حله. حالا میخوام یه دونه عدد رندوم بسازم. رندوم نود اپ یه دونه عدد اینجوری برامون ساخت. خب حالا این به درد من نمیخوره. چیکار کنم به دردم بخوره؟ راوندش میکنم. دوباره کل همین رو میذارم داخل math dot round گردش کنم ببینم چی بهم میده. 1 میده. خب حالا من میخوام کل اینو بذارم داخل
میخوام عددی که اینجا میده رو ضرب در 100ش کنم، بعد راوندش کنم. چی میده؟ یه عدد رندوم همینجوری. یه بار دیگه بریم. یه عدد رندوم همینجوری، یه عدد رندوم همینجوری، یه عدد رندوم همینجوری. ببینم آره دیگه، فکر کنم چیز دیگه از 0 تا 100 یه عدد میده به همون. حله. اینم شد عدد رندوم. حالا دیگه چیا داریم؟ توان و اینجور داستانا رو من چون ریاضیم خوب نیست و علاقه ای هم ندارم بهتون نمیگم، خودتون برید تست کنید. دیگه چی داریم؟ ماث ABS داریم، قدر مطلق هم که اصلا ول معطلم، هیچی. فلور. اینجا من CLG بزنم، ماث فلور مثلا 1 و نه 5 و 4 و حالا 2 میشه چی؟ 4 فکر کنم. انشالله که ضایعمون نکنه. 4. حالا اگه من اینو بکنمش سیل، نود 5 میده، به بالا گردش میکنه. اگه بکنمش راوند دیگه بلدین، اینو گردش میکنه. 4 میده، به پایین گرد میشه. 2 به پایین گرد میشه. من دارم بهتون ریاضی یاد میدم، فکرشو بکنین. دیگه چی داریم؟ دیگه هیچی دیگه، همین چرت و پرتای ریاضیه. تانجان و سینوس هم داره. ایوه دمش گرم. دیگه چی؟ دیگه چی ها رو بلدیم؟ حله. همیناست تقریبا، همیناییه که دیگه بهتون گفتم. اونقدر استفاده نمیشه. من خودم اینو بعضی وقتا استفاده میکنم، بعضی وقتا، یعنی همیشه نه. ولی خب دیگه اگه کارهای ریاضی و خیلی خفن و عجیب غریب بخواین انجام بدین، میتونین ازش استفاده کنید. این هم شد از از جلسه امروزمون. امیدوارم که مفاهیم رو خیلی خوب درک کرده باشین، فهمیده باشین که چی به چیه و بتونین ازشون استفاده کنین. اگر سوال داشتین حتما از من توی تلگرام بپرسین. نمیدونم، لایک و سابسکرایب و اینجور کارا هم که دمتون گرمه اگر انجام بدین، اگر از توی یوتیوب دارین این ویدیو رو میبینین. و همین دیگه، تا جلسه بعدی هم خدا نگهدار.